سلام بچه ها، همونجوری که 2-3 دقیقه دیگه فکر کنم میبینید من یک خانم گربه دارم، دو گربه دارم و یه سری مشکلات گربه داری رو متحمل شدم. هر چیزی رو نمیتونم داشته باشم، هر وسیله‌ای رو با یه سری چیزای خاص تهیه کنم. اینم یه دونه از پیشیامو که خیلی قشنگه. بعد توی اینجایی هم که زندگی میکنم اولش که اومده بودم فکر میکردم که میخوام مهاجرت کنم، بنابراین فقط اصلا وسیله چیزای خیلی کاربردی و دیگه اولیه رو فقط تهیه کرده بودم، ولی چون الان برنامه مهاجرتم دیگه تقریبا معلوم نیست چیش، دارم یه سری وسیله‌های جدیدتر میخرم برای خونم، من جمله پرده اتاقم که یه پرده از قبلا داشتم آورده بودم، هم کوتاه هم خیلی چیزه ضخامتش کمه، باعث میشه که صبح خیلی اذیت میشم از نور آفتاب. حالا یه دونه توی این چیزایی که از دیجی کالا خریدم، یکیش یه پرده است که نمیدونستم چه رنگی بخرم، من عاشق رنگ سفیدم، حالا بعداً خونم بهتون نشون دادم. کم کم باز کنم همونجوری که دارم حرف میزنم. روزه یه پرده خریدم که اول می‌خواستم رنگ سبز انتخاب کنم، بعد دیدم که اگه رو تختیم و اینا رو هر رنگ دیگه مثلا بخوام بذارم موی داره باز میشه، شاید مثلا نیاد، بذاری رنگ خونسا انتخاب کنم. سفید خیلی دوست داشتم ولی گفتم نور ازش رد میشه دیگه، انتخاب نکردم. یه چیز دیگه هم که خریدم، من یه پتوی بزرگ دارم، این لحافای لایکو که ارزش 2.20 در 2.40 یعنی 240 سانت در 220 سانته. بعد رو تختی یه دونه رفته بودم ترکیه خریده بودم، براش کوچیک در اومد، حالا اون رو تختی هم داستان خودش داره. خلاصه که مجبور شدم برای اینکه هی لحافمو ندم خوشویی یا کلی پول بدم، چون تو ماشین لباسشویی هم جا نمیشه، خیلی بزرگه، یه دونه رو تختی هم سفارش بدم. اول خواستم رو تختی هتلی رو بگیرم، وای داره باز میشه، ولی رو تختی ساده سفید گرفتم که دیگه هی اونو بشورم، چون گربه‌ام هم میرن روی تخت و عبور مرور میکنن، یه ذره کار برام سخت شده. بعد الان خیلی استراب داشتم که اینو باز کنم ببینم پرده از این براقا نمیشه، ولی اینجا دارم میبینم پرده است. یه دونه از این عطر سفارش دادم که بذار اول اینو باز کنم، برای ستاش هیجان دارم که ببینم بد نباشه. این عطر رو خیلی تو کامنت ها همینجوری برام اومده بود، مدل عطر معروف لانکومه. او توش چه؟ یه لیردایی هست، این عطر است، بزنم همه نوشته بودم. خیلی نوت اولیش که هیچ بویی نمیده، نوشته بودن خیلی خوشبوه، خیلی ماندگاره. خلاصه کلی تعریف کرده. حالا تا آخر ویدئو اول پرده که هیجان دارم بهتون نشون بدم. 2 تا پرده خریدم، پرده این اتاق کوچولوئه، حالا بعدا نصبش هم بهتون نشون میدم. می‌خواستم چیز بخرم، این پرده بخرم. این پرده با اینکه 140-150 سانت طولش بود، 140-150 سانت طولش بود، ولی می‌گفتم کالاهای بزرگ ارسال بشه، من گفتم بذار دلم بی خیال خریدنش بشم، بعد برم حضوری بخرم. این پرده ها هم همه خدا رو شکر این براق چیزا نیست، من از این پرده براق خوشم نمیاد. فقط 2 تا مشکلی که وجود داشت، همین خیلی ها شکایتی کرده بودن، این بودش که چیز ضخامتش که خوبه، شکایتاشون این بودش که کوتاه بلنده. اونو سریع روزش کنم. بچه من ویدیوهایی که میگیرم یه ذره هم خجالتی هم تو ویدیو گرفتم، همینجوریش اصلا آدم خجالتی محسوب نمیشم، ولی میکروفون که هیچی ندارم. لوکیشن هم که الان پشتم کمد و اینا، چه چیزی هم بستم کردم که اینا چوبوغم رو چاق کنم. بعد دیگه چیزه الان کجا بفهمم مثلا پردازمشون رو بگیرم، نمیدونم صدام پخش شه یا نه، ولی که دلایلی که ویدیو میگیرم این بودش که من چون خیلی آنلاین خرید میکنم، حوصله حضوری رفتن و تازگی ها ندارم. وای فکر کنم واقعا اندازه‌اش یکی نباشه. حالا باید نصب کنم رو میل پرده فکر کنم تا بفهمم. نه بذار یه دقیقه پازش کنم.
خب اینو نمیتونم برش گردونم. این فکر کنم یه هوا همونطور که میبینید خدا کنه که کوتاه بلند نباشه. خلاصه یکی از علتهایی که دوست داشتم این چیزای آنباکسینگ رو بگیرم این بودش که به من خیلی کمک میکنه. من خیلی از آنباکسینگ خوشم میاد. همیشه ویدیوهایی که توی دیجیکالا یا یوتیوب نگاه میکنم خیلیش با موضوع آنباکسینگه. برای همین گفتم شاید یه کمکی بشه. حالا از چیزایی که میخرم و هم دوست داشتم یه تجربه جدید داشته باشم از دنیای یوتیوب برای خودم، همین که شاید به درد یکی بخوره، یه چیزی ببینه باید ببینم چیزی من نگاه کنم. بعضی پیجا رو نگاه میکنم با شوق و ذوق مثلا میبینم کلا 30 تا ویو خورده. حالا دید ندیدم مهم نیست دیگه. این عطرم الان بوشو دارم حس میکنم ولی بوش خیلی تا الان ارزون قیمت، من عطرای ارزون قیمت بی خود به نظر میرسه. من قیافه‌ام خیلی داغونه. اون پرده که گرفتم ارزش 140، دوتا گرفتم. هر کدوم از لنگه هاش ارزش 140 در ارتفاع 180. این رو تختی هم که الان گرفتم جنسش نخیه، خوبه، پلاستیکی طور به نظر نمیاد و پایینش هم زیپ داره. یک خوراک اینه که من آخه اون یکی گربم سیاه سفیده، این رنگ پنگیاست ولی میاد بتونیشون خیلی خوشگلی گربم. این یکی سفیده، یعنی دو تا رنگ مختلف پشم چیز روبیده میشه. حالا اینو بعدا میندازم روی لحافم، از اتاقم بتونیشون میدم، حالا یا توی این ویدیو یا توی ویدیو جدا. این ملافرم میندازم، گربم رفته روش رو پنجره، بخشید پرده رو میندازم روی اون یکی. این پرده که میبینید خانم گوگلی جرش داده. این یکی هم که این خانم داره هنوز نیومده ترتیبشو میده. پاشو ببینم، پاش نلو ناخونش کلیکه. یکی از دلایلی که مثلا به همون پرده قانع بودم این بودش که اینا که در نهایت امروز فردا میخوان جرش بدم. بخش خونم هم معلوم شد من روی همه وسیله ها مجبورم پتو بندازم. همینطور که میبینید دیروزم مهمون داشتم، پتو رو خیلی هولکی انداختمش. اونو سعی میکنم از مرتب بندازم ولی چیزه به خاطر اینکه قبلا پارچه مینداختم، به خاطر گربام که مثلا یه مهمون میاد آبروم نره جلوشونو مویی نشم. ولی بعدا دیدم اینا که میپرن بازی میکنن چنگولشون گیر میکنه توی رو مبلی. خلاصه داستان میشه. اینم که از این پرده جزئیاتش، قیمتش هم خیلی ارزون خریدم. حالا قیمتشو میذارم. قیمت پرده تقریبا کمتر، هر کدومش تقریبا کمتر 400 بود. برای جنس مخمل فکر کنم خوبه. رنگش هم دوست دارم، توسی نقره‌ایه. این من البته توسی روشن زده بودم. حالا من خیاطی بلد نیستم، بلد بودم که 100% خودم میدوختم دیگه، پول اینجور چیزا نمیدادم. ولی نمیدونم زیاد حالم نمیشه. این دوختاشه بد نیست، خوبه، کار رو بندازه دیگه. من با اینکه تو بعضی چیزا سخت گیرم ولی چون راجع به این قضیه چیزی نمیدونم دیگه، حالا بعدا نظرمو میگم. فعلا خدا حافظ. بچه‌ها من داشتم فکر می‌کردم که کاش که با کلاه فیلم می‌گرفتم. خیلی اونجا از خواب بیدار شدم. گوگلی هم پشته یکی گربم. قیافم خیلی ناجوره ولی دیگه ویدیو هر که نگاه کردم دیدم تو حسام هست همون باشه. یه دونه مومم سفید شده، برگام همچون موم داره سفید تر میشه. خلاصه که نمیدونم اون ویدیو رو پست میکنم ولی خیلی قیافم توش پوفی و ناجوره، آرایشم نکردم، یه ماتیک زدم. اون گوگوری خوبی؟ چیزی جدید خریدم که چیزی جدید رو بتونه خراب کنی. یکی که خراب کردی پدر صاحبشی در بودی. یه چیزایی هم که مجبورم عوض کنم ولی احتیاج به نصاب و نردبان دارد. این لوسته تو مخه، لامپش هم چقدر بد حالته.
ولی ببین این یکی لوسترامو خیلی دوست دارم. من لاله‌زار خودم رفتم خریدم، دنبال چیز ساده بودم. یه دونم اینو دارم که چیزه، دنبال این حبابا این شکلی بودم. یه دونه اتفاقا دیجیکالا سفارش دادم، پرده‌ام که میبینین خیلی زاغارته. اونم چون که مورد اصابت قرار میگیره اونم به خیالش شدم که خیلی دوست داشتم زبرا میزدم، خیلی ترتمیز میشد آشپزخونه‌ام، ولی دیگه نزدم. فکر نکنم هم چیزی بزنم چون همیشه پرده رو میکشم دیگه، معلوم نمیشه. الان کشته بودم کسی من نبینه. ولی خلاصه که این لوستره رو باید عوض کنم، از این چیزا بگیرم. ولی اصلا هرچی توی اینترنت سرچ کردم ندیدم. حباب بزرگ یه دونه گرفتم خیلی کوچولو بود، حبابش پس فرستادم. این پتو است که میگم رو تختم که انداختم، این مجبورم اینو بروبم پشم‌ها رو. اینم از ترکیه رفتم خریدم ولی کوچولو از آب در اومد. میخوام اون چیزا اینو فعلا انداختم رو که چیز نکنم، اینو نه مجبورم یه دفعه بدم خشکشویی، 300 تومن پول خشکشویی بدم. حالا خودم پاکش میکنم چی باشه، بدبختی این گوگولیه. بعد این پرده زایم که اینه دادان، حالا قبل و بعدش هم انشالله میذارمش. این گوگولیه. این یکی پتوی گولبنگولی هم که خیلی بدم میاد ازش انداختم که دم دستیه، خودم چیز میکنم که یکی بیاد خونم اونو قایم میکنم نبینه با چه روشی شه به ابی طالبی من میخوابم. خلاصه که اینم از مشکلات گربه های قشنگمه که با من زندگانی میکنم. یه دیگه پشماست. حالا آیا به نظرتون این ویدیو به آپلود کردن خواهد رسید؟ آیا نمیدونم، هم قیافم الان زغارته. تو اون ویدیوهایی که خیلی بد بود شاید نذارم، شایدم با این انگیزه که خودت رو دوست داشته باش و تو بدون آرایش هم زیبا هستی و حتی با وجود جوش‌های نازک. فعلا خداحافظ بچه‌ها. فقط من تا میل پرده نخرم نمیتونم نصبش کنم و با توجه به سابقه تنبلی که در من نهفته است نمیدونم که برم بخرم. امروز شاید برم بخرم، الان ایام عیده و من همش خوابم میاد و این خر یک سر گشنمه، همش دارم گشنگی میمیرم. نمیدونم چیکار کنم. حتی حال نداشتم یک کرم پود به صورتم بزنم، این سوراخ سنبو این جوشموشا رو پوشش بدم.